یک دختری تاجیک مقیم شهر دوشنبه که میگوید مرد او را برای لباس اروپاییش در کوچه لطوکوب و تهدید کرده است به مقامات شکایت برد. عریضه این دختر از سوی شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت بررسی می شود. در این باره در صحبت با رادیوی آزادی روز 4 دکبر جلال الدین صدرالدینов سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد و گفت که بعد از تفتیش عریضه از سوی ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی در مورد افتتاح شدن یا نشدن پرونده جنایی تصمیم گرفته می شود. او افزود: حتما کارمنده مخومی کاری داخلی حتما بررسی میکنن نسبت به اون نفری که این کار رو دیگه چاره‌جویی میکنن. دختران احتیاط باشید، به ویژه آنهایی که لباس اروپایی میپوشند. امروز در روز روشن به من یک مرد برای لباس اروپایی پوشیدنم حمله کرد. نامه پر اضطرابی ساکن دوشنبه MN چند روز پیش در شبکه فیسبوک پیدا شد. مؤلف نامه از بی‌تفاوتی اطرافیان هم شکایت کرده است. از تقریبا 20 مرد گرد اطراف کسی از من حمایت نکرد، نوشته است او. بنا به اطلاع دریافتی، مردی تقریبا 35 ساله ناشناس روز 1 دکبر در نزدیکی های کارگاه جورابافی در خیابان عینی با سخنان این چی لباس است به MN حمله کرده گفته است یک بار دیگر با همین لباس ببینمت با کارچم میده میکنم. گلنار امیرشایوا سردبیر نشریه ویچرنی دوشنبه و وکیل مجلس پایتخت میگوید که از این حادثه آگاه است و آن را پیگیری میکند. وقت‌های آخر حادثه های محض به خاطر پوشیدن لباس اروپایی مورد تحقیر و تهدید و حتی لطوکوب قرار گرفتن دختران تاجیک روی میدهند، هرچند که به گفته مصاحب ما این را هنوز نمیتوان یک روند دائمی نامید. دختران و زنان اروپایی پوش از تحقیر و تهدید و به اصطلاح دوستداری سراپا حقارت بعضی مردان در شبکه‌های اجتماعی شکایت میکنند، میگوید گلنور امیرشایوا. او با آن نکته هم اشاره میکند که مقامات دولتی حالا روی زنان و دختران حجاب پوش فشار میآورند تا لباس ملی تاجیکی ببر کنند. عجب نیست که بدرفتاری نسبت دختران اروپایی پوش واکنش بعضی از افراد مذهبی به این فشارها باشد، میگوید او. کدام عامل محض لباس اروپایی یا کار و عملی دیگری باعث غضب مرد ناشناس شده است؟ همچنین وضع روانی اوم تا کجا با مذهب ربط داشتن این حمله شاید بعد از بازداشتش آشکار شود. اما با اصطلاح ندیدن این صحنه لطوکوب و تهدید دختر جوان از سوی تقریبا 20 مرد اطراف واقعا بانگ اضطراب و دلیل به سمت منفی و حتی سوی بی‌ثباتی رفتن جامعه است، زیرا بی‌ثباتی از همین میده چویده ها شروع می شود، می افزاید گلنور امیرشایوا. بیشتر استفاده برندگان اینترنت هم از بی‌تفاوتی مردان شکایت کردند. بعضی ها نوشتند که سالهای اخیر در تاجیکستان مردی و جوانمردی کمتر شده است، زیرا اکنون در جامعه پول و سرمایه به اصطلاح حاکم است، وضعی که هیچگاه خاصی فرهنگی تاجیکان نبود. همراه با آیین جوانمردی مفهوم‌های عدالت و ترحم به هم دیگر گذشت کردن هم کم‌ارزی شدند. برای همین کورس‌های مخصوص خود مدافعی زنان باید باز کرد یا بانوان اروپایی پوش با بالونچیک‌های گاز مسلح شوند، پیشنهاد کردند بعضی از استفاده برندگان اینترنت. اما ایده زنان را مقصر می‌دانند که با پوشیدن لباس‌های حریر و تنگ مردان را تحریک می‌دهند. یک مصاحب ما که از افشای نامناسبش خودداری کرد میگوید مردم کشورهای جنوبی طور معمول خونگرم و خیلی شهوانی‌اند و دختران و زنان دیگر ملت‌ها باید همیشه این را در یاد داشته باشند. اما گلنور امیرشایوا میگوید در این فصل سال دختران با پیراهن باز و حریر و دامنه‌های از زانو بالا در خیابان‌ها نمی‌گردند. گلنور امیرشایوا مطمئن است در قضیه لطوکوب و تهدید به MN پیدا کردن مجرم کاری مشکل نیست، زیرا در جای حادثه کامراهای نظارتی نصب شده‌اند. Хорошо, что она написала заявление, хорошо, что там были рядом камеры. خوب است که او عریضه نوشته است و خوب است که آنجا دوربین‌های نظارتی هستند و شاید این حادثه در نوارهای آنها ثبت شده باشند. این را تفتیشات مقرر خواهد کرد. من امیدوارم که عریضه او حتما بررسی می شود. در عکس حال این مسئله را در نزدیکترین اجلاسیای مجلس شهر دوشنبه به محاکمه وکیلان می‌گذارم. Сессии народных депутатов этот вопрос поднимается среди депутатов. در همین حال نورعلی پیروف معاون سردار ریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که باز شدن پرونده در رابطه با این حادثه از احتمال دور است. در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در صورت افتتاح پرونده هم فرد مجرم با 15 شبانه روز تا 1 ماه از آزادی محروم می شود.
بعضی مصاحبان ما میگویند برخورد مقامات به قضیه لطوکوب و تهدید به MN نشان خواهد داد که بالا بردن مجازات برای خشونت علیه زنان در تاجیکستان تا کجا ضرور است.